3 هوت یادآور قیام سراسری کابل علیه ارتش سرخ شوروی است. این اولین قیام و حرکت مدنی مردم کابل علیه ظلم و وحشت و استبداد رژیم کمونیستی و اشغال اتحاد شوروی بود که شب هنگام همه مردم با نعره‌های الله اکبر ضد استبداد شعار دادند. عبدالاحمد علی یزدان پرست که پدرشان نوروزعلی هدایت در این قیام رول برجسته ایفا کرده و خودش شاهد صحنه بود چنین میگوید: قیام سرتاسری مردم افغانستان کابل، شهروندان کابل، الله اکبر بود که در او شبانه که وقت مردم بالای بام‌های خود زن و مرد و پیر و جوان نعره الله اکبر سر دادن، این وحشت در سراسر کابل خلق کردن. اونا این نعره های الله اکبر با گلوله پاسخ گفتن. از هر جایی که پوسته های از اینا بودن و قرارگاه های اینا بودن سر مردم فکر کردن. اکثر مردم در بام ها و در با گفتن الله اکبر در او شبانه شهید کردن. و صبح وقتی که مردم به طرف کاروبار خود برآمدن، اینا دست به دزگیری زدن. آقای یزدان پرست همچنان می افزاید که افغانها با جرأت در مقابل ابرقدرت دنیا ایستادگی کردند که هیچ کشور دنیا مثل آمریکا که سفیرشان در کابل ترور می شد صدا بلند کرده نمی توانست. در زمان کمونیستا سفیر امریکا در افغانستان ترور میشه تا امریکا صدا باز نمیکنه. این صلابت و ترس که از جماهیر شوروی هم امریکا داشتن هم اروپا داشتن، ولی مردم افغانستان تانستن که در مقابل همچی یک ارتش تا دندان مسلح و او ارتشی که تاثیرش بالای اروپا و امریکا بود، ولی افغانستان تانست در مقابل از اینا قیام کنه، به ویژه در شهر کابل. اونا در شهر کابل همچی یک حرکت را نمیدیدن. این قیام شروع برای قیام سراسری مردم افغانستان علیه اشغال شوروی بود که قشون سرخ را با چالش کشیدند. این پیام بسیار بزرگ در سطح جهان داشت، اما که مجاهدین در سراسر جهان مورد حمایت قرار گرفت. از حرکت قیام دوم سرطان 1358 بود و از قیام بالایسار بود و از قیام سوم هود بود. او وقت جهان باورمند شد که افغانستان مرکز است که باید اتحاد جماهیر شوروی به زانو بیاره و از او خاطر حمایت هایشان صورت دادن و حمایت صورت گرفت. نتیجه شما دیدید که در نوستان اتحاد جماهیر شوروی شکست خود رفت و از ارومو شکست 15 کشور دیگه استقلال آزادی خود در سراسر جماهیر شوروی گرفتن و جماهیر شوروی رفت به بدلان تاریخ.